به سلام، ببینیم کی اینجاست. منم. ببینیم امروز چه کاریم. همونطور که میبینین خواب موندم، دیرم شده، برای همین تصمیم گرفتم توی آسانسور حاضر شم. شروع کنم به کرم زدن که یه نفر در آسانسور رو باز میکنه و من قطع میکنم و دوباره کرم میزنم. خودمو میرسونم سر کار رو سری شروع میکنم به انجام دادن کارام. حالا ببینین کی اونجاست. یه مشتری گل و فضول که از زمین و زمان سوال داره. چند سالته؟ چقدر درآمدته؟ اجاره اینجا چقدره؟ منم که خوش اعصاب تصمیم میگم یه کار بدم دستش. اینجا یکم براش مسخره بازی در میارم تا دیگه بالاخره دست از سر ما برداره. و اینجا هم پرقدرت شروع میکنم به انجام دادن کارام که مشتری گلمون یهویی تصمیم میگیره از فرم بادومی بلند تیز ناخناشو تبدیل کنه به مربعی و منم کاملا تخصصی دارم اینجا تمام سعی و تلاشم میکنم که نظرش رو عوض کنم و به زمین و زمان میزنم که این روز اینجا این امکان وجود نداره و در آخر هم خدا رو شکر تونستم نظرش رو عوض کنم. ها 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 ها. و باز پرقدرت تر از قبل ادامه میدم به سوهان کشی. در آخر هم یک کار خوشگل و تمیز و تحویلش میدم جوری که بگیم اینجوری اومد و جی 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 جینگ اینجوری رفت. خودش که خیلی خوشش اومد. در آخرم گفت دیدی من چقدر خوش سلیقه‌ام؟